همین نمونه صد دائما مدت که یک سال که ما همجا تنشیم بسیاری کارها آبادانیشون کردیم 6 تا خانه برای 4 نفری 24 جا تشکیل کردیم برای بحر از اون جمله اگر اختان شاهد باشیم کلا تعمیر شد بحثین تشکیل کردیم جای آبازی برای کودکان برای تابستان رایگان جوی بعدی استراحت کنندگان بعضی وقتا که بعدی طبابت بکار میمونن با اونها باید یعنی سقلبازی جوی تنیس جوی شخمت ششکه برای ما تشکیل کردیم که استراحت کنندگان بعدی طبابت گرفته رفته در اونجا استراحت کنندگان رایگان ادامه دیرند. آسایشگاه برای چند نفر فراهم است؟ چند نفر او در عموم میتواند قبول کند در یک وقت؟ در یک وقت 162 نفر در یک وقت ما میتونیم که اونها قبول کنیم. قبول میکنیم. با متخصصان یادم چی نداریم؟ کادر مدل هست میرسه کارخانه که از سال 1987 فعالیت میکنه. در یک شبانه روز به حساب میونه چند پول است برای یک نفر استراحت برای یک کننده؟ نفر چند سومانی را تشکیل میده؟ 190 سومانی میدوره. در 190 سومانی ما با 3 وقت خوراک جای خواب 19 نمود طبابت رایگان 7 پولکی مقصد نمودی طبابت های کارخانه دولتی آسایشگاه شفا را داریم 19 نمودی همین در 190 سومانی داره. بعد داریم با پولوکس 220 لوکس همین خیلی طبابت داریم. چند کاتیج؟ کاتیج 29 کاتیج داریم. 29 کاتیج داریم. 29 کاتیج 2 نفری. 103 تا دیگه خونه داریم. پولوکس. نقشه ها برای آینده. 2023 داریم. یک بینای 5 اتاژه در نظر داشته شده است. تا 35 سالگی. باید پروژهش سر شود. مینوی برده برای 540 جا. این اپارات ازونتراپی در ولایت سوخت همه بین آسایشگاه ما اول گرفتیم. از ما زیاده از 40 نفر بیماران گرفتیم. این اساساً برای کسل‌های بعد کووید پست کووید سندروم میگن بسیار وای افکتی ندارد. دومش برای کسل‌های شوش برای کسل‌های حاضر کسل‌های قند بسیار زیادی برای پیشگیری عارضه‌های کسل قند استفاده برده میشه. بعد برای کسل‌های فشار بلندی کسل‌های درونی حدود زیر معده بعد زخمی معده روده 12 انگشته بعد کسل‌های زنانه کسل‌های مردانه بسیار وی ناز دارد طبابت برای طبابت فایده آور میباشد و غیر از این خودی کسل ما برای کسل‌های بغم درد میان اینا هم وی بسیار
چی ناز دارد افکت. نخستین در بین آسایشگاه‌های ولایتی سوخت همه اپارات ما تشکیل کردیم زیاده از 3 ماه بود این اپارات ما استفاده برده شده. هر از این آسایشگاه ما اپارات ودرنوالنامه تراپی میگه دیگه ما گرفتیم بسیار برای کسایی درد بوم درد میان افکت ناز دارد. بعد بیو ماساژور میگه چیکار که شما دیدید ما هم اپارات همیسال اپارات نام گرفتیم. بعد مونده اپارات ریابوکس است که اینم برای کسایی شوش و کسایی برای برداشتن ایمنیت افکتی ناز دارد. ما اپارات‌های حاضر زمان ما امسال قریب 4 نمود اپارات‌های نو گرفتیم که اپارات اولترازوک میگن الکتروفورز میگرفتیم همه اپارات‌های نو ما حاضر قریب زیاده از 35 نمودی توبت آسایشگاه ما تشکیل کرده. سراغ 35 نمود. اساسا کسل‌های ما کسل‌ها اساسا کسل‌های شوش بوغمدار کسل‌های زنونه مردونه کسل‌های فشاربلندی کسل‌های وای با قند برای پیشگیری کسل‌های هم ما همین تفاوت‌ها تشکیل کردیم. شفاخانه شفا یکی از بهترین شفاخانه‌های تاجیکستان به شمار می‌رود. من قریب 5 سالی اخیر همه وقت دوره رخصتی را در اینجا می‌گذرانم و اینجا برای هم محیطش هم لبی بحر توجیه هم درختزار هم آدمان خوب مثلا در اینجا در وقتی که سر دکتر شریف جان عبداللهی دیگر دکتران و در طول یک سال آخر که من نبودم در اینجا آمده دیگرگونی‌های زیاد دیدم بنیادکاری ها چیزایی که برای مثلا استراحت آدمان موافقت میکنند و میتونند که آدمان در اینجا دوره رخصتی خود رو خیلی فایده‌مند گذراندند. هر یک تدبیری طبیبان که مثلا در حجره‌های اندیشیده میشد برای سلامتی انسان بسیار فایده دارد و یک اقدام خوب است که من هر سال میدونم که در اینجا معلمان ولایت تا 100 معلم از این زیاد معلمان حساب حکومت ولایت به پول اینجا استراحت میکنند و این برای مثلا آینده ملت تاثیر دارد و من روزی گپ در بعدی که هر وقتی که از اینجا من تبابت میگیرم استراحت میکنم طول یک سال سلامتی روحیه من برقرار میشم. تشکر با آنهایی که در اینجا می‌بینم.